خب خدا رو شکر رسیدیم به سیمای دیگه از سیمای اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم، سیمایی از مجموعه صحابیات رسول خدا، گلی از گلهای باغ نبوت، از شاگردان آخرین پیامبر الهی رحمت للعالمین، پیامبر رحمت محمد صلی الله علیه و سلم. داستانی رو که امروز با هم می‌خوایم بخونیم داستان صحابیه بزرگوار رمله بنت ابی اوف هست. جزو سابقین اولین هست و جزو مهاجرینی و صابرینی هست که در مسیر اسلام قرار گرفته. ما وقتی صحبت از سابقین اولین می‌کنیم شاید برای خیلی ها این فقط یک کلمه باشه، اما این یک واقعیت سنگینیه یا یک رحمت بزرگی که نسل اولیه در دوران اول دعوت به ویژه در دوران مکی شامل حالشون میشه. اولین شخصیت ها، اولین ستون ها و پایه های دعوت اسلامی در اون فضای سنگین و سخت مکی در میان قریشیان و جاهلان و انسان هایی که غرق در قبر پرستی و شرک و خرافات و فساد و تباهی و ظلم و جنایت هستند، یک نسل اولیه میاد ایمان میاره، رو به پاکی میاره، این زنجیرهای عبودیت و بردگی رو از هم میدره، در برابر قوم و نسل و قانون و حکومت و دولت و قدرت و ثروت و شهوت و همه اینها باید بایسته و دوران سنگین و سختیه. هر یکی از شخصیت‌های اون زمان رو نگاه می‌کنیم، اون عصر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا یارانش، از ابوبکر صدیق، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن حضرت عثمان، عمر، علی، همه رو نگاه بکنید، طلحه، زبیر، عمار، یاسر، هر کسی رو نگاه می‌کنید، این همه صحابی که خوندیم همه این رنج‌ها رو کشیدن. بله، امروز وقتی ما داریم در مورد رمله صحبت می‌کنیم، رمله بنت بنی عوف، داستان همینه. ایشون هم جزو همین شخصیت ها هستن که در تاریخ اسلام با قلبی سراسر از ایمان رو به دین آوردن، جزو شخصیت های اولیه که اسلام رو پذیرفتن. وقتی صحبت از زنان میشه، این نکته‌ای که متاسفانه بسیاری از انسان ها متوجه نیستن، قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، زن در تاریخ عرب، زن در بین قریشیان، زن در جهان اون روز فقط یک کالا هست، یک ابزار هست، از هر حقوقی بی بهره است، از هر چیزی در زندگیش یعنی بهره مند نیست و ارزشی براش قائل نیستن. ولی این اسلام هست که این حقیقت رو به زن میده، این مقام رو به زن میده و به زن هویتی آسمانی میده با قدرتی زمینی. اولین شخصی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان میاره که ام المؤمنین خدیجه هست. این لحظات رو داشته باشید و این نسل اولیه رو داشته باشید. در این نسل اولیه وقتی ما از مردان صحبت میکنیم، دوش به دوش مردان زنان کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستن، کسانی که دارن از این حقیقت ایمان بهره مند میشن. بله، در این نسل اولیه یکی از شخصیت های اولیه که ایمان میاره در این مسیر رمله بنت ابی اوف ابن سبیره هست که بعضی گفتن زبیره. پس رمله بنت بنی اوف یکی از بانوان بزرگواریه که در نسل اولیه و جز سابقین اولیه هست. و رمله قبل از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعوتش رو در دارالارقم شروع بکنه، قبل از اینکه در اونجا شروع بکنه، ایشون اسلام رو پذیرفته. همسر ایشون هم جزو نسل اولیه‌ای که اسلام رو پذیرفته، چرا که ایشون المطلب ابن ازهر هست، ابن عوف زهری که پسر عموی عبدالرحمن ابن عوف هست که همسر ایشون هم جزو نسل اولیه‌ای که اسلام رو پذیرفته. مطلب و دو تا برادراش، خوب دقت بکنید، مطلب و دو برادراش طلیب و عبدالرحمن هم که فرزندان ازهر هستن، هر دوی اینها هم این شرافت سبقت در اسلام نصیبشون میشه. پس در ضمنی که ما یا رمله مسلمان میشه، همسرش المطلب مسلمان میشه، دو تا برادر شوهراش هم مسلمان میشن، یکی طلیب و دیگه کی عبدالرحمن. و خب اینها در این تاریخ در این فشارها و سختی‌های دوران مکی قرار دارن و وقتی که اوج فشارهای قریش به مرحله‌ای میرسه که در
نهایت سختی و تحمل بر مسلمانان تنگ میشه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه میده که به اینها برای اینکه از این سختی و عذاب و رنج رها بشن هجرت بکنن و اینا بتونن به سرزمینی برن که در اون سرزمین آزادانه زندگی بکنن، از این فتنه ها و از این شکنجه ها و عذاب و زندان و تحقیر و انواع فشارهایی که قریش برشون وارد میکرد رهایی پیدا کنن. خب رمله و فرزندان زهره یا زهره که اینا همه این سختی ها رو داشتن در مکه میچشیدن، طبیعی بود که براشون دیگه شرایط سخت شده بود. حقد و کینه قریشیان بر اینها به گونه‌ای شده بود که لحظه اینها آرامش نداشتن و هر لحظه اینها در شرایط سختی قرار می گرفتن. اما یاسر شهید میشه، سمیه شهید میشه، شاگردان دیگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر یکی در شرایط بدی قرار میگیرن. اینجاست که پیامبر میگه برید در روی زمین مکانی پیدا کنید، در اونجا در امنیت زندگی کنید و اشاره میکنه به حبشه برید که پادشاهی داره که در اون پادشاه ستمگری نیست و اونجا در سرزمین صدق و صداقت هست و برید اونجا راحت خواهید بود و بتونید بندگی خدا رو بکنید. رمله به همراه همسرش مطلب و برادرش طلیب که برادر شوهرش باشه هجرت میکنن به حبشه میرن و در کنار نجاشی قرار میگیرن و خب بالاخره نجاشی هم مهاجران مسلمان رو جایگاه خوبی میده، هم در تاریخ میدونید در چه وضعیتی دارید و فرزندان اینها هم تحت توجه خودش و نظارت خودش قرار میده. جالب اینه که رمله و در همون حبشه که هست از شوهرش المطلب فرزندی رو خدا بهشون میده به نام عبدالله. فرزندی رو خدا به اینا نصیب میکنه، اسم فرزندشون رو میذارن عبدالله. و نکته جالبتر اینجاست که نجاشی هم خدا بهش فرزندی میده. وقتی خبر میشه میگه خب شما اسم فرزندتون رو چی گذاشتید؟ میگه عبدالله. نجاشی هم اسم فرزندش رو عبدالله میذاره. اما زندگی همیشه این گونه نیست. گفتم که این یاران رسول خدا سختی های متعدد رو تحمل کردن، شرایط با آزمایش های گوناگون. زیاد نمیگذره که همسر ایشون المطلب از دنیا میره، مطلب. و جالبه که بعد مدت اندکی برادر شوهر ایشون هم از دنیا میره، طلیب ابن ازهر هم از دنیا میره. و خب این رمله به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک بنده، یک بانوی بزرگوار، یکی از شاگردان سابقین اولین رسول خدا صلی الله علیه وسلم صبر میکنه. صبری زیبا، صبر به این معنا که نه جزع فزع میکنه، نه ناله و نه فریاد میکنه و تمام توجه خودش رو فرزند خودش میذاره در جهت تربیت این. و نکته خیلی زیبایی که وجود داره، میگن فرزند ایشون عبدالله اولین کسی هست که از پدر خودش در در طلوع اسلام ارث میبره. چرا که ایشون وقتی پدرش المطلب از دنیا میره، این پسر از پدر چیکار میکنه؟ ارث میاره به عنوان فهو اول من ورث اباه فی الاسلام، اولین کسی که در اسلام از پدرش ارث میبره. بالاخره رمله مؤمن صبور در سرزمین حبشه زندگیش رو میگذرونه تا اینکه بالاخره شرایط هجرت دوم براش فراهم میشه. در زمان فتح خیبر در سال 7 هجرت اینها هجرت میکنن به مدینه، نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم میان. رسول خدا هم با دیدن این گروه از مسلمانان که از حبشه اومدن در سال 7 خوشحال میشه و به اینها حتی از این غنایم جنگ خیبر هم پیامبر میده. و خب اینجا رمله در کاروان زنان مؤمن و صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسیر زندگی خودش ادامه میده تا بالاخره به اون چه که باید اتفاق بیفته برسه و این عمرش به پایان برسه. نکته ای که خیلی زیبا هست در این زندگی که ما لازم بود بهش اشاره بکنیم، وقتی که سخن از هدایت میشه، سخن از هجرت میشه، تصور بکنید 1450 سال حداقل 1500 سال پیش شخصیت هایی در نسل اولیه اسلام قرار می گیرن، حقیقت اسلام رو می فهمن، زنان، مردان. برای حفظ این ایمان خودشون چه رنج هایی رو تحمل می کنن، فشارهای خانواده، فشارهای قبیله، فشارهای سیاسی، اقتصادی، جسمی، روحی، تحریم ها، همه اینها رو باید اینا تحمل بکنن. بعد تصور بکنید این زنان و این مردان باید هجرت کنند. حالا تصور کنید رمله میخواد هجرت کنه به سرزمینی که تا به حال نرفته، آشنا نیست و سالیان سال باید هجرت میکنه و در اون سرزمین بمونه. برای چی؟ برای اینکه بندگی خدا رو بکنه. پروردگار میگه الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها.
آیا سرزمین خدا گسترده نیست که درش هجرت کنید؟ وقتی که بحث بندگی خدا هست، تا در این سرزمین نمیتونی، میری در سرزمین دیگه. و آسان هم نبوده این هجرت رو. تصور بکنید به حبشه باز بیان مثلا در دوران مدینه به مدینه برگردن، هجرت دیگه، قوم قبیله همه رها شده، همسر رو از دست دادی و به فکر تربیت فرزند هستی، فقط و فقط برای بندگی. یعنی چرا که اونها دنیای دیگری رو میدیدن، این دنیا رو مکان آزمایش میدیدن و میگفتن ما در این آزمایش باید سربلند بیرون بیاییم. اگر اونها این گونه فکر میکردن که ما فقط برای این دنیا فکر میکنیم، فقط باید از لذات این دنیا بهره مند بشیم، بالفرض اون اسلامی رو که گرفته بودن فقط در خودشون و قلبشون و کنج خونهشون میذاشتن، خب هیچ اتفاقی براشون نمیافتاد. محرومیت نبود، سختی نبود، هجرت نبود، شکنجه نبود، آزار نبود، غربت نبود، رنج سفرهای طولانی و آوارگی نبود. اما همه رو تحمل میکنن به این سبب که میدونن این زندگی دنیا محل گذره. باید این رنج ها رو دید، باید مثل آهن در کوره داغ شد، ذوب شد و پتک بر سرت بخوره، اما باید تحمل بکنی، به خدا واگذار کنی و از دایره بندگی خارج نشی برای رسیدن به یک سعادت ابدی. و این نکته ایه که ما باید در زندگی یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهش توجه بکنیم و بدونیم که ایمان آوردن تنها به زبان نیست، تنها به اینی که در حاشیه و زاویه زندگی کردن نیست. اگر ایمان آوردیم باید اون تبعات ایمان رو هم کم کم بپذیریم. البته از خدا بخوایم ما رو مورد آزمایش نده چون توان نداریم، اما بدونیم حفظ ایمان بالاخره بهایی داره و برای پرداخت اون بها باید این رنج ها رو پذیرفت. و اینجاست که می‌بینید نسل اولیه اسلام رو به سراسر جهان رسوندن و بشریت رو از بردگی و شرک و خرافات و عبودیت این و اون رها کردن و دنیا تغییر کرد. امیدوارم که خداوند اندکی از اون ایمان و صبر و بردباری رو نصیب همه ما بکنه. تا روز دیگه و داستان دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتون.